خب امروز میخوایم طرز انداختن درست صف کلچ و داخل دیکس کلچ 5 شاخ 5 پرده آموزش بدیم که چه رقم انداخته میشه. خب به خاطر انداختن صف کلچ به داخل دیکس کلچ ما به چند قطعه لازم داریم. یک قطعه خود دیکس کلچه، قطعه بعدی که صفحه کلچه، اینا صف کلچ هست. صفحه کلچ داریم و پرده کلچ داریم. این قطعاتی که ما لازم داریم به خاطر صف کلچ. خب قبل از اینکه صف کلچ توضیح بدیم چه رقمی انداخته میشه، باید در قسمت کارهای صف کلچ ببین